الو. الو سلام علیکم. علیکم السلام. کی گپ میزند؟ کی در کورتای؟ مادر مدینه. مادر مدینه هستم. گوش دارم گپ زنی. مسلمان شما؟ نفهمیدم. میگو مسلمان شما؟ کرات که مقصد گپ زن داداری اکای مقصد گپ زن. مقصد من اول پرسم اخی مسلمان دوجا دختر شما گولیای مسلمانش گفتیسن تاجیکش گفتیسن برای وای ما پرسیدیسم شما اول مسلمان نیستم برای وای پرسیدیسم. من مسلمان هستم نیستم دخترم هست نیستش خدا میدونه. تمام کاری گپ داده. نه گپ ما تمام نشده است. بگی وای گوش دارم گپ زن. بگی دختر اگر هم دختر باشه بگی بگوشه پوبلیچ نا ویدیو کنه بگی وای مسلمان است یکمش دیمش تاجیکان است. اینا می پوبلیک. الو. خیلی فهمیدین مقصد ما چیه؟ دادا خداوند فرزند من انصاف کرد برای هیروس هدایتش کنه. مسلمان 5 وقت نماز میخونه سطر در سرش بالاش سطر تاش کنه تیاتر. زاتو نمی برای پوبلیک دانا می برای ملت پازور کنه و که مسلمانو را پازور کنه. من نگفتم دختر برام گفت چیکار میکنه کدام بگیره او کار خودش نکنه در پوبلیک برام اومده پازور کدام ملت مسلمانو را پازور کدام این پازور نیست. صورت خطا دیدگیم با سطری دیدگیم نکن دختر تا خطا یا بار میگی که نخو برای پل شده همون کار کنه. آخه دادر من فرزند من نمیگم خداوند همه گپ ما میگیره همه گفته من میکنه و همین لباس پوشیدنش نمیکنه چیکار کنم خدا انصافش چیه؟ بسیار خراشا موجود من میگه چیفن زبانی تو هیچ کی نمیدونم. نکمی کار دخترای تاجیک دوبای میبرن میگوین شو خط در تاجیکستان تپای پلنگو گفتنی تاجیکا دارن توبه کردم خدا من حق ندارم خداوند من در غضبش نگیره. گولی میبرویم کی میگویه هوایورا بچه ها بردکای زندار و گودردار زن گلکاش نمیپردن شاو تپای پلنگون طرف لنسکی رایون دختر کشگویی میبرویم که خط این شرمندگی نیست. اوخه شرمندگی وای کورا میکنن در پوبلیک نکدیسن که هم کورا برا بکنه در اوچرات بست ما یکونش نگفتم لیکن در پوبلیک خدا نشونت یا دودار خداوند در خدا نشونت یا کامنتاری هم دختر تا یا بور بدرو کیرا حقورت کدیسن فقط کامنتاری یعنی ای کامنتاری خونه را سرم سفید شده روز دروز